همین یک جوانزن از روسیه 4 دخترچه گرفت اومد گروهی من بداد گفت که من این دخترچه های آیندهش حاضر گویا که دست شما مونده من از آینده اینها میترسم خودم مادرم روس پدرم تاجیک وقتی که مادرم مرا پارتوفته رفتن من بیبیم کلان کردم یک خوشبخت زن شدم خوشبخت زن شده من 4 فرزند شوهرم تاجیک زندگیم نقص وقتی که رسی رفته 4 فرزند 4 دختر تولد کردم آینده اینها منو به تشویش آورده من تاجیکستان با آمدم خودم از ناحیه اشت باشم ها من می خوجاند با آمده زندگی کرده میخوام که می دخترهای من زبان تاجیکی نقص آموزند آینده هاشونه مدنیت و فرهنگ تاجیکان با مدنیت با فرهنگ کرده مثل من زنی خوشبخت باشند برای همین وقتی که من همین دخترچه ها به اعتبار داده آنها با نطقهای برای همین سخنهای شیرین تاجیکی شعرهای تاجیکی نوگان ما آموزاندم مثل که زبانی سعدی و حافظ زبانی رودکی هستی با ما علم و ادب آموز زی دوری کودکی هستی من همین مصره وقتی که کودکاش رفتم مادر بگفت مادر با من آمده هم رحمت تحسین گفت هم از خرسندی گریه کردی فرزندوی من حافظ و سعدی به خاطر آوردن فرزندوی من از همه بی بهاترین همین نعمت به دست آوردن تشکر من از شما راضی